با شروع عملیات گسترده بازداشت و اخراج مهاجران بی‌سند در ولایت خیبر پختونخوا پاکستان، ساکنان محله‌های افغانی تلاش دارند که مال و اشیای خود را از خانه‌هایشان بیرون کنند. به قول آنها، مقامات این ولایت شمالی هممرز با افغانستان خانه‌های آنها را تخریب نموده در چهارراه‌های مرکزی برای بازداشت و اخراج افغانستانی‌های بی‌سند پاسگاه‌ها تشکیل کردند. یک ساکنی محله متانی کنار شهر پیشاور میگوید در دوام 2 هفته ماه ایول امسال کمش 200 منزل زیست مهاجران افغانستانی ویران کرده شده است. نجیب رحمانی 50 ساله شکوه دارد که افسران به او اجازت ندادند حتی شهادتنامه های تحصیل فرزندان و داروی پدر بیمارش را پیش از تخریب از منزل بگیرد. افسران به حرف ما گوش ندادند و منزل را ویران کردند. به قبل خبرنگار فرانس پرس، وزارت کارهای داخلی پاکستان ماه گذشته اعلان کرده بود که در ماه ایول عملیات به ضد مهاجران بی‌سند شروع می شود. یک منصبدار پاکستانی که نخواست نامش آشکار شود گفت پیش از آغاز عملیات مقامات خریطه مکان زندگی مهاجران از افغانستان را ترتیب داده بودند. اصلا بازگرداندن مهاجران از پاکستان به افغانستان از سال 2023 ادامه داشته. تاکنون میلیون ها کس از شهرهای مرکزی به مانند کراچی و اسلام آباد به افغانستان رانده شدند. ولایت خیبر پختونخوا با 40 میلیون اهالیش با افغانستان روابط زیچی فرهنگی، زبانی و تاریخی دارد. خانواده های زیاد در دو طرف مرز پهن و پریشان می باشند. این ساکنی 70 ساله محله متانی در نزد خانه تخریب شدهش میگوید مقامداران پاکستان هیچ انتخاب نمیدهند. آنها وضعیت ما را به نظر نمیگیرند. با آنها فرق ندارد که ما پول داریم یا نه. آنها وضع سلامتی مرا هم به نظر نگرفتند. همصحبت دیگری خبرنگار فرانس پرس با اشاره به دکان بستش ابراز داشت که میخواهد به وطن خود برگردد اما در عین زمان علاج ندارد. مشکل این است که مردم سرمایه گذاری کرده است. آنها به ما اجازت نمیدهند که ما برگردیم. آنها میگویند از اول پولمان را برگردانید. از سوی دیگر حکومت هم زیر فشار گرفته است. این است که صاحبکاران پنهان شده اند و دکانها را بستند. طبق آمار سازمان ملل متحد در دوام 3 سال 2,300,000 نفر از پاکستان به افغانستان رانده شدند. وضع مهاجران از افغانستان باید با نظرداشت احوال بشری آنها بررسی شود. هر کشور البته حق دارد مستقلانه مرزش را نظارت و مأموریت کند. ما در مورد زنان و دخترانی به افغانستان اخراج شده و دیگر گروه‌های نیازمند تشویش داریم. ما از مقامات دعوت میکنیم که بازگشت شرفمندانه هر مهاجر را کفالت دهند. طبق معلومات سازمان ملل از 10 تا 17 ایول نزدیک به 6200 مهاجر بی‌سند از پاکستان به افغانستان اخراج کرده شده. حالا در این کشور تخمیناً 1 میلیون مهاجر از افغانستان به سر میبرند.